سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، خصوصا عزیزانی که تصمیم و اراده حج بیت الله الحرام را دارند، خدمت همه بزرگواران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه درس‌های از حج یا برنامه دروس حج خوش آمدید میگویم. بدون شک حج یکی از ارکان اسلام و یا از ارکان مهم و اساسی اسلام هست. در این برنامه نمیخواهیم پیرامون مسائل فقهی حج و یا مسائل چگونگی اجرای حج و اعمالی که در حج صورت میگیره، در این مسائل صحبت نمی شود. فقط پیرامون این که ما از این سفر خود چی درس میگیریم، در این سفر ما چی دروسی نهفته هست. قبل از این که پیرامون درس های حج، وقتی یک حاجی حرکت میکنه از خانه خود، از راههای دور و نزدیک قصد و اراده رفتن به بیت الله الحرام را، کعبه معظمه و مشرفه را، سرزمین مکه مکرمه را می نماید، واضح و مسلم هست احرام می بنده، نیت و احرام و تلبیه و طواف و صفا و مروه و منا و عرفات و مزدلفه و ذبح و این مسائل را اجرا میکنه. حالا در هر یک از اینها دروسی نهفته هست. قبل از این که بریم به سراغ دروس این اعمال و این اجرای مراسم، باید از اینجا شروع کنیم که وقتی که تو عزیزی که عازم این سفر مبارک می شوید و سالها هم
گفتید که من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم. حالا باید در قدم اول این را بفهمی و بدانی که من سالها گفتم ملت از ابراهیم خلیل الله دارم. ابراهیم کیست؟ ابوالانبیا. نقش ابراهیم علیه السلام، جایگاه ابراهیم علیه السلام در سرزمین مکه چی جایگاهی داشت و نقش ابراهیم علیه السلام چی بود، و این که تو عزیزی که پای خود را در جای پای ابراهیم علیه السلام و خیلی از انبیاء علیهم السلام خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم میگذارید. حالا باید اول ابراهیم علیه السلام را بشناسیم. ابراهیم علیه السلام وقتی میگیم این را بشناسیم، باز هم بحث ما پیرامون این نیست که ما بیاییم سیره ابراهیم علیه السلام را بیان کنیم، کی بود، چگونه تولد شد، چگونه رشد کرد، چون بحث ما دروس حج هست. حالا برادر و خواهری که عزم و اراده این سفر مبارک داره و سالها هم گفته من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، ابراهیم علیه السلام با حج چی ربط و ارتباطی دارد؟ در قرآن وقتی که نگاه میکنیم، قرآن اشاره میکنه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. اولین خانه‌ای که الله سبحانه و تعالی بنا کرد و در اینجا در این خانه فیه آیات بینات، در اون نشانه های واضح و آشکار. فیه آیات بینات مقام ابراهیم. الله از کعبه سخن میگوید، باز هم نام ابراهیم می آید علیه السلام. وقتی حاجی طواف میکنه، بازم در ذهنش خطور میکنه که فیه آیات بینات مقام ابراهیم. طوافش تمام شد، حالا 2 رکعت نماز واجب بعد از طواف که خوانده میشه، باز هم واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. باز هم نمازی که بعد از طواف خوانده میشه، باز هم الله سبحانه و تعالی میگه شما از به اصطلاح پشت مقام حضرت ابراهیم، یعنی مقام ابراهیم علیه السلام و کعبه پیش روی شما باشه. بازم بحث از ابراهیم علیه السلام. وقتی نماز هم تمام شد، انسان طواف کرد، بعد از نماز خواند، میآید طرف آب زمزم و این آبی که بعداً پیرامون دروسی که در نوشیدن آب زمزم نهفته هست در برنامه بعدی انشاءالله بیان خواهد شد. باز هم وقت نوشیدن آب زمزم انسان به یاد ابراهیم و خانواده ابراهیم علیهم السلام میفته. صفا و مروه، باز هم ان الصفا والمروه من شعائر الله، باز هم به یاد ابراهیم، خانواده ابراهیم. به هر حال حتی در مراسم دیگری که اجرا میشه در منا و عرفات و مزدلفه، خصوصا در منا به یاد ابراهیم و خانواده ابراهیم علیه السلام. پس این را دانستیم که ارتباط ابراهیم علیه السلام با سرزمین مکه مکرمه یک ارتباط تنگاتنگ، ارتباط نزدیک
که الله سبحانه و تعالی این ارتباط را برقرار کرده بین مکه مکرمه و شعائر اسلامی که در آنجا هست و بین ابراهیم و خانواده ابراهیم علیهم الصلاة والسلام. حالا تا اینجا خلاصه و فشرده دانستیم که ارتباط ابراهیم علیه السلام با سرزمین مکه مکرمه. ابراهیم علیه السلام با این سرزمین ارتباط داره و من و شما ارتباط داریم با ابراهیم علیه السلام که میگیم ما ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. پس باید بفهمیم این ابراهیم علیه السلام این جایگاه را از کجا کسب کرد و ما که سرباز مکتب ابراهیم علیه السلام هستیم از این سفر چی دروسی میگیریم؟ قرآن ابراهیم علیه السلام را با او اوصافی که داره و ما بیان میکنه ما باید اوصاف ابراهیمی و شعار ابراهیمی باید در زندگی ما پیاده بشه. او اوصاف چیست و او شعائر چیست که الله بیان میکنه؟ انشاءالله بعد از یک میان برنامه اوصاف و او شعار ابراهیم علیه السلام که از اعماق دلش سرچشمه میگریفت بیان میشود. با ما باشید. مجددا خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اوصاف ابراهیم علیه السلام را گفتیم. ابراهیم علیه السلام این جایگاه و این قرب و منزلت را به نزد الله سبحانه و تعالی چگونه به دست آوردن؟ قرآن می فرماید ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولكن کان حنیفا مسلما. ابراهیم علیه السلام یهودی هم نبود، نصرانی هم نبود، بلکه حنیف بود و تسلیم به پروردگار عالم بود. حنیف چی معنا؟ حنیف این که همه شرک و خرافات و بدعات را پشت سر گذاشتن و حرکت کردن رو به طرف توحید و یکتاپرستی و به دست آوردن رضایت الله سبحانه و تعالی. حالا تو عزیزی که و تو کسی که و تو حاجی که تو خواهر و برادری که این عزم و اراده را داری باید که وقتی طرف این سرزمین حرکت می کنید نگاه کنید که ابراهیم یهودی نبود، نصرانی هم نبود. نگاه کنید که یهود اوصاف خبیثه و رذیله داره. باید اوصاف یهود از زندگی ما، از دل ما، از فکر ما باید دور بشه. از جمله اوصاف یهود بخل و کینه و بغض و عداوت و دشمنی و حسادت و حب دنیا و حب مال و حب جا و زندگی دنیا را ترجیح دادن بر آخرت. ابراهیم علیه السلام چنین نبود. حالا وقتی که حرکت میکنید رو به طرف سرزمین که در آنجا ابراهیم علیه السلام قدم زده، ابراهیم علیه السلام نقش داشته، ابراهیم امام موحدین، امام الانبیاء علیهم السلام، ابو الانبیاء، خلیل، دوست پروردگار عالم. پس
درسی که ما از این سفر در ابتدا میگیریم، ما باید ابراهیمی واقعی بشیم. اعمال ما اعمال ابراهیمی بشه، توحید ما، یکتاپرستی ما، همه اینها باید رنگ و بویی از ابراهیم علیه السلام داشته باشه. ابراهیم علیه السلام وقتی میبینیم فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی، ابراهیم علیه السلام ستاره ها دید، گفت اینها پروردگار هست؟ نه، اینا پروردگار نیست، اینا افول میکنه، اینها از بین میره. قمر دید که این هم پروردگار نیست. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، خورشید دید، گفت این از همه بزرگتر، این پروردگار هست. اما وقتی دید که این هم افول کرد، این هم غروب کرد، این هم از بین رفت، روشناییش ناپدید شد، گفت نه، اینها پروردگار نیستن، اینها لیاقت این را ندارن که اینها سجده بشن. چی گفت ابراهیم علیه السلام؟ ابراهیم علیه السلام گفت اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، همه توجه من طرف اون ذات است که خالق زمین و آسمان هست. ابراهیم علیه السلام گفت که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ابراهیم علیه السلام گفت که نماز من، حج من، حیات من و ممات من همه برای خداست، همه زندگی من، همه عبادات من، آن ذاتی که لا شریک له، شریکی ندارد، مثل ندارد، مانند ندارد. ابراهیم علیه السلام بتها را شکست. ابراهیم علیه السلام ذات یگانه را درست شناخت. پس درسی که ما از این سفر میگیریم، وقتی نیت و اراده حج را در ذهن و فکر ما پیدا میشه، ما باید به این فکر باشیم که ابراهیم علیه السلام چگونه ارتباط با سرزمین مکه داره؟ بسیار ارتباط نزدیک. و ما با ابراهیم علیه السلام چگونه ارتباطی داریم؟ خیلی نزدیک. ملت از ابراهیم علیه السلام، قرآن ابراهیم را برای ما اسوه معرفی کرده. ابراهیم علیه السلام اسوه هست برای همه ما. پس ما باید شعار ما شعار ابراهیمی بشه، فکر ما فکر ابراهیمی بشه، اندیشه ما اندیشه ابراهیمی بشه. ابراهیم علیه السلام را مطالعه کنیم، ابراهیم علیه السلام سیرتش را بخوانیم، ابراهیم علیه السلام را در تمام عرصه ها. شما قرآن را وقتی ببینیم، الله سبحانه و تعالی چنان وصفی از ابراهیم علیه السلام، چنان وصفی از خانواده ابراهیم علیه السلام، چنان وصفی از این شخصیت داره، چون ابراهیم علیه السلام همیشه مبارزه می کردن با بت و بت پرستی، با شرک و خرافات. ابراهیم علیه السلام قربی که به نزد الله سبحانه و تعالی پیدا کردن به این که موحد بودن، یکتا پرست بودن، و این شعارشان بود که اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. در جاهای دیگر می گفتن اینی بریئم، من بیزارم از شرک، بیزار هستم از اعمالی که آلوده به شرک باشه، بیزار هستم از اعمال و عباداتی که رنگ و بوی مشرکانه داشته باشه. حنیف بودن. پس باید همه ما حنیف باشیم.
همه ما باید شرک و خرافات و بدعات را پشت سر انداخته و حرکت کنیم به طرف توحید و یکتاپرستی و عقیده صحیح و سالم. به هر حال خوشا به حال تو خواهر و برادری که عزم و اراده حج بیت الله الحرام را دارید. تو کسی که در دلت ذوق و شوق حرمین شریفین هست. پس درس اولی که ما از این سفر میگیریم باید زندگی ما و اعمال ما رنگ و بوی ابراهیمی داشته باشد. پروردگار عالم به همه ما توفیق بده که همان گونه که ابراهیم علیه السلام تمام اعمالش خاص به خاطر الله بود، الله اعمال ما را هم خالصانه و مخلصانه بگردانه. همانطوری که ابراهیم علیه السلام مبارزه میکرد با شرک و با مشرکین و با اهل بدعت و اینها، ما هم راه ابراهیم علیه السلام را داشته باشیم. ما هم مبارزه داشته باشیم. ما هم با شرک و با اعمال شرکانه و با بدعت و با اعمالی که رنگ و بوی بدعتی داره ما هم مبارزه داشته باشیم. چون ما میگیم در مکتب ابراهیم وقتی اجتماع بزرگی که در مکه مکرمه در اونجا همه جمع میشوند، شاید در کشورهای مختلف یکی بگه من شافعی ام، یکی بگه من مالکی ام، یکی بگه من حنیفی ام، یکی بگه من حنبلی ام، فلانم و فلانم و فلان. وقتی در مکه مکرمه همه که جمع میشوند کسی نیست که بگه من ملت از ابراهیم علیه السلام ندارم. همه میگن ما ملت از ابراهیم داریم. همه میگن که ما شاگرد مکتب ابراهیم علیه السلام هستیم. پس باید ما دروسی که از این سفر میگیریم اینه که ارتباط ابراهیم علیه السلام با سرزمین مکه و ارتباط امت اسلامی با ابراهیم علیه السلام. الله سبحانه و تعالی همه ما را پیرو واقعی ابراهیم علیه السلام و نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم داشته باشه، تا اینکه وقتی ما این بزرگان را برای ما اسوه و الگو باشن ما خوشبخت دنیا و آخرت هستیم. اگر از این بزرگان جدا شدیم و اعمال ما سرچشمه از قول و گفتار و کردار این بزرگان نبود، به پیشگاه الله ارزش نداره. پروردگار عالم ما را در خط و مشی ابراهیم علیه السلام برای همیش ثابت قدم داشته باشد. تا برنامه بعد که باز هم پیرامون درس های حج هست، همه شما را به خدای یگانه می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.